و الان بریم سراغ این بازی الاهلی و استقلال. آقای مانینگ چینی که دیگه همه میشناسنش، نیازی نیست. خطای اندونگ، مهاجم زودتر از مدافع به توپ میرسه روی فهد رشیدی. مدافع اینجا تو زدن توپ تو محاسباتش اشتباه میکنه و بله به درستی پا رو میزنه. ببینیم همینجا اوج پای بازیکن سبز آشیل ما میگیم و حالا به قول شما زره مچ بالاتر پشت پا و به درستی اعلام شده. مصدوم بشه خیلی هم درد داره. پس درست بود آقا. بله درست. اینجا چی آقا؟ کارت قرمز درست بود که بازیکن سفید اسلامی تقریبا با بی‌پروایی و با کف استوکش ساق پای بازیکن سبز میزنه و بعضی وقتا باید تاوان تجربه هم داد. بله داور به درستی جلوه آقای محمد اسلامی فوق‌العاده یه گل بسیار زیبا زد، اما اینجا انتظار میرفت که ضروری نبود تو اون صحنه بخواد این حرکت انجام بده. امروز هم اعلام شد که دوم از معیدین دوره، مصدوم شده دیگه. اینجا هم کارت قرمز آقای مانی و شاید اگر اخراج نمیشد برد برای نماینده ایران بود. این صحنه آقا خیلی در موردش صحبت شد، پنالتی درست بود یا نه؟ دیگه صحنه رو ببینیم اگه اجازه بدید. اینجا 2-1 نماینده ایران جلوه، کارت زرد یکی پس از دیگری، حتی تهدید میکنه و روزبه چشمی مچو میگیره. ببینید تو این صحنه دروازه‌بان یه اثر رو توپ میذاره ولی بلافاصله بعدش با دست به پشت گردن مهاجم میزنه و من به نظرم اینجا تصمیم دارست همین صحنه. یعنی ادامه دست. بله. مانینگ رو ببینید دقیقاً اینجا نگاه کنید عصب و بعد ضربه به پشت مهاجم. یعنی دفع همراه به ضربه. بله. و این به درستی تصمیم پنالتی پس درست. اینجا ضربه چون ما خودمون گفتیم آقا این پنالتی نیست. یه اثر کوچیک گلر میذاره ولی در ادامه با دست میره به پشت مهاجم ضربه میزنه. و به نظرم داور تو این صحنه تصمیمش درست. البته که موسیمانو هم انتقاد کرد از مشت سید حسین و این توپی که گل سوم الاهلی رو در بر داره که به درستی آفساید بود. اینجا خیلی آفساید بود آقا، اما اولا مشخص بود دیگه. همین روی بازیکن شماره 28 الاهلی دمیرال از بیرون اینجا. بله دیگه از اینجا بیرون میاد دیگه. حداقل یه بدن تو آفساید. دقیقاً از بیرون میاد صاحب توپ میشه و اینجا اینم آفساید بود. بله. نه این آفساید نبود. آره این نبودش. همون اولی دمیرال. اینجا صحنه آفساید، اینجا هم یه کم